بنده اجازه دارم یه نخ سیگار بکشم؟ مگه شما سیگار میکشید؟ اینکه سیگاری باشم به طور دائم نه. یکی تو بس دریا که میزنم پشتش سیگار میکشم دیگه که بچسبه. حالا شما شاید تجربه ندارید، میچسبه خیلی. یعنی شما تریاک میکشید؟ اینکه معتاد باشم؟ نه معتاد نه، که شیشه کریستال تبش گرمه بخاطر اون. شیشه گرمه؟ بله شیشه طبیعتا گرمه، یعنی عناصرش به این صورت عمل میکنه که گرمه و تریاک نه شیره تریاک سرده. وقتی که شیشه میکشم گرم میشه بدنم، داغ میکنم، پشتش سریع باید تریاکو بکشم که آروم شم و بالانس شم در واقع. یعنی شیشه میکشین؟ یه احمق فقط به شیشه معتاد میشه وقتی که کوکائین هست. یعنی کوکائین میکشین؟ نه گاگایی یکی دو خط میریزم مثلا رو همین میز دماغی میرم، خب دماغی یکی دو خط میرم بعد دیگه. دماغی میرین؟ آره نه پشت سر هم نه، مثلا الان میکشم میره دیگه زودش یه ساعت دیگه پشت سر هم نه مضر. نگران نباشید به تنهایی نه، چون به تنهایی که بکشی سیری میاره دیگه، نمیتونی غذا بخوری، صورتم میفته، داغون میشم. هروئین لابلاش تزریق میکنم چون هروئین کره خوری داره. آشنایین با این اصطلاح کره خوری؟ یعنی گشنت میشه. اینا رو باید بالانس میکنم با هم، یعنی گشنه سیری کنارش گشنگی، تشم این مقدار کراک مقدار میزنم که یبوست نشم. کراک میکشی؟ یبوست بگیرم چیکار کنم؟